فصل 12. در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می‌زد. آنگاه علامت دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهایی بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر هر یک از سرهایش نیم تاج قرار داشت. و با دم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید ایستاد تا همین که بچه‌اش به دنیا بیاید آن را ببلعد. آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا و تخت او برده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شد. در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که کلیه جهان را گمراه می‌کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که میگفت اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می‌ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این برادران ما با خون بره و با شهادتی که به زبان می‌آوردند بر او چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمان‌ها و همه ساکنان آنها شادی کنید. اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه می‌داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است به دنبال زنی که کودک ذکور به دنیا آورد، اما به آن زن 2 بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3 سال و نیم در آنجا دور از دسترس مار نگاهداری شود. مار به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید و ببرد. اما زمین به کمک او آمده دهان خود را گشود و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه فرزندان او که فرمانهای خدا را نگاه می‌دارند و به عیسی شهادت می‌دهند بجنگد. و اژدها در کنار دریا به انتظار ایستاد. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação e a fortaleza e o reino do nosso Deus e o poder do Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos que os perseguia de noite e de dia diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, ó céus, alegrai-vos, e vós os que neles habitais. Ai
da terra e do mar, porque Satanás desceu a vós, cheio de uma grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. E o dragão, depois que se viu precipitado na terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia para voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora da presença da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra, sua mulher, e abriu a terra sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado da sua boca. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos outros seus filhos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E deixou-se ficar sobre a areia do mar.